ассалому алайкум шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо идомаи силсила гуфтори хонишҳои бадеӣ аз рӯи рамани сегонаи нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икромӣ, духтари оташ, 12 дарвозаи Бухоро ва тахти вожгон. шунавандагони арҷманд, акнун ба қироати рамани сегонаи Ҷалол Икромӣ тахти вожгун оғоз менамоем. ҳоло гуфтори 38-ро аз рӯи ин раман бишнавед. ровӣ Ализода Абдурашид Хуҷамқул. آیشه در نبودن مخصوم به جواب نویسی سر کرد. ابتدای مکتوب او را لسان الغیب حافظ شیرازی گویا از نام او گفته بود. یا رب سببی ساز که یارم به سلامت، باز آید و برهاندم از چنگ ملامت. خاکی ره آن یاری سفر کرده بیارید، تا چشمی جهان بین کنمش جای اقامت. فریاد که از 6 جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت. امروز که در دستی توام مرحمتی کن، فردا که شوم خاک چه سود اشک ندامت. ای آن که به تحریر و بیان دم زنی از عشق، ما با تو نداریم سخن خیر و سلامت. ما همه گفته های شما را با جان و دل به جا می آریم و شب و روز انتظار هستیم. گفته نوشت عایشه و می خواست که باز نویسد. از بیرون راه گشته آمدنی کسی مجبور کرد که مکتوب را پنهان کرده از جا برخیزد. شخصی آمده مخصوم بود. وی به عایشه نگاهی نکرد و به خانه خودش در آمد و پس از دقیقه محرمش را جیغ زد و قطی تیری ملتق را به کتف او داده از خانه برآمد و رفته ایستاده گفت: آش را قریب نماز عصر تیار کنید، خورده به هجوم می رویم. خودتان هم چیزهایی در کاری را به خلطه ها جا کرده تیار شویتان. اگر هجومی ما برار یابد و ما گفتگی بر این شود، آدم می فرستانم شما را گرفته می برد. در قله کوه نشستن بس است کفایه. نباشد آشی آخرتی ما بوده است این آش، گفت عایشه سخت کرده. برای چی این طور می گویی؟ ما زنهای مشتیپر به دم تیر دشمن که رفتیم البته هلاک می شویم. احمقی نکن، گفت با غضب به سوی عایشه نگاه کرده مخصوم. شما بعد از هجوم کرده گذشتن ما می روید. آن وقت در راه شما جانذاتی نمی شود. همه را قیر می کنیم. اسد مخصوم تیز راه گشته بیرون برآمد. مادر و دختر بر روی همدیگر نگاه کرده ماندند. این را کریم میدانسته باشد، گفت هم به خودش و هم به مادرش خطاب کرده عایشه. بهتر که در آخری خط نویسم و آگاه کنم. اگر خط در سری وقتش رسد، دست کریم بالا. عایشه مکتوبی رست کرده ماندهش را برآورد و در پایان آن خبری به هجوم رفتنی مخصوم را نوشت و بعد آهسته از خانه بیرون برآمده در بعدگاه مکتوب را به زیر تختچه گذاشت. همین که عایشه به خانه رفته در آمد، جوانی ریش و موی لب سیاهی از بین بتها برآمده
به زیر چناری باریک آمده کاغذ را از زیر تختچه گرفته رفت. روز تاریک نشده مخصوم عسکرهای خودش را به هجوم برد. در خمگشتی کوه که یگانه راهی باریک سر می شد، پیش قراولانی عسکرانی مخصوم خبر آوردند که در راه و اطراف آن جانذات نمی نماید و گویا عسکرهای سرخ یگان ایده دارند که از دور آوازی دایره و نقاره و کرنی به گوش می رسد. این آوازها را از کی باز می شنوید؟ پرسید مخصوم. نوکک، نمازی دیگر باز. به پیش آدم فرستادید؟ فرستادیم. 2 کس قریب تا به نیمی راه رفته آمدند، خاطر جمعی. انشاءالله خدا به ما یار می شود. دشمن را در غفلت مانده هجوم می کنیم، یک تا نمانده قیر می کنیم، گفت مخصوم و آهسته به عسکرانش فرمان داد: برای خلاصی و غلبه به پیش. پیش پیش ارون 500 و از قفایش عسکرها ملتقها را به دست گرفته 2 3 تا از نزد او گذشته به راه در آمدن گرفتند. آنها را وی با دوغ و جذبه، گاه با سخنهای شیرین و وعده غلبه به تیز راه گشتن و هوشیاری وادار می کرد. پیشی اسکران به پایان به کوچه نخستین قشلاق زیری کوهی که در آنجا اسکران کریم کمین گرفته بودند رفته رسیدند. شیر بچه های نوگی کوهی خود را در بادی در کوچه قشلاق دیده خرسند شدند. اما ارون 500 مکار از آن آرامی و بی کسی قشلاق حتی به شبهه افتاد. در میان جای کوچه راست استاده فرمود که دروازه های 1-2 حولی را کشایند و هر که از ذاتی مرد به دستشان افتد کشیده بیارند. شیر بچه های ناترس دویده رفته 2 نفر دهقان را کشیده آوردند. اینها در پسی دروازه هایشان پاییده ایستاده بودند. گفتند شیر بچه ها: نترسید، گفت به دهقانان ارون 500: ما برای خلاصی شما آمدیم. گویید کنی عسکرهای سرخ در کجا؟ ما نمی دانیم، گفت یک دهقان. عجب، گفت 500: خودی همین روز با عسکرهای سرخ چای می نوشیدید و حالا نمی دانید؟ نه نمی دانیم، گفت دهقانی دیگر هم. ما با آنها چای نخوردیم و نمی دانیم که به کجا رفتند. شما به ما خلاصکارانتان که سیر نکشایید، پس معلوم که دشمن هستید. شما را مثل سگ کشته پرتافتن رواست. آبلاقل، اینها را به نشان گیر. آبلاقل و 2 نفر دیگر دهقانها را به کنارتر تیله داده ملتقهایشان را به سینه آنها راست کردند. 1، گفت 500 آوازش را سر داده. دهقانها خاموش ایستادن گرفتند. 2، گفت 500 و دستش را برداشته باز چیزی گفتنی بود که آوازی ملتق از پسی دیوار بلند شد و 500 نعره زده به زمین افتاد. شیر بچه ها اول گرنگ شدند، بعد یک باره به قفا گریختند، لیکن یک باره از هر طرف به سر آنها تیری اجل ریختن گرفت. عسکرهای مخصوم خود را به زمین پرتافته به قفای دیوارها پناه شده بی ترتیبانه تیرپرانی کردن گرفتند، اما این بیفایده بود. عسکرانی سرخی جاهای مناسب را اشغال کرده گرفته بودند. به بالای آنها چنان بارانی تیر را ریزاندند که هیچ کس سر برداشتن نمی توانست. آنهایی که هنوز به قشلاق ندر آمده بودند زود به قفا برگشتند و به بالا به پناهی کوه دویدند. مخصوم هرچند که به آنها فرمان میداد، هرچند که پیش راه آنها را داشتنی میشد،
فایده نمی بخشید. وقتی که همه جا تاریک شد، قریب 150 نفر باقی مانده های دسته مخصوم به لشکرگاه خود برگشتند و زیاده از 50 نفر شریکان خود را مرده و زنده در قشلاق ماندند. مخصوم در خمگشت کوه آدمانی با اعتماد خود را مانده خوب احتیاط کرده به لشکرگاه برگشت. از قباق او برف میبارید، رنگ رویش کندگی، چشمانش از کاسخانه برآمدگی در غضب و آتشین بود. اون 500 چی شد؟ پرسید وی از آنهایی که خلاص شده برگشته بودند. اولین تیر به وی رسید. گفتند شیر بچه ها. معلوم می شود که آنها ما را منتظر بودند. گفت غرونگاس زده مخصوم. از نقشه و کار ما خبردار شدند. نباشد هیچ این طور شدنش ممکن نبود. در بین ما، در بین خود ما خائن ها پیدا شدند. خدا نگه دارد، گفت محرم خاصی مخصوم. ما هم به شما صادق و وفاداریم. صادق و وفادار باشید، گفت مخصوم با علم. با وفا باشید، گویید برای چی این طور شد؟ برای چی این طور شد؟ من از شما میپرسم. همه خاموش بودند. مخصوم با پنجه هایش سرش را فشرده گرفته گریست. هنگاس زده گریست و بعد به بالای تخت سنگی نشسته چند دقیقه خاموش ماند و یک باره جهیده از جا برخاست. خائن را یافته گرفتن، پاره پاره کردن لازم. گپ در خائن هم نه، گفت یک سرباز سال خورده که از اول تا به امروز همراه مخصوم بود. خودی تقدیر اول همین بوده است. چی؟ من به تقدیر تن دهم؟ پرسید با غضب مخصوم. همه باید به تقدیر و نصیبت تن دهیم، گفت آن مرد. هرچند که زدم در نگرفت، ماندم که رود. از دست عسکری سرخ پایان فرامدن نتوانیم. در این بالا از خنوکی و گشنگی می مریم و گوشتمان یمی کرگسان می شود. دهانت را پوش ابله، گفت مخصوم با دغدغه گریبان او را گرفته. اکنون تو می خواهی به من عقل شوی یا که تو هم به بلشویکان فروخته شدی؟ ای بست جناب مخصوم، ای بست، گفت آن مرد گریبانش را از چنگار مخصوم رها کرده. شما کی را خائن گفته ایستاده اید؟ در بین همین قدر ازدحام از من کهنه‌تر، از من وفادارتر باز کی هست؟ یک نگاه کنید. من از بحر خانه و جا، از بحر زن و فرزند و زندگی گذشته قریب 1 سال است که خدمت شما را می کنم. اکنون در این روزی سخت به جای رحمت خائن نام گرفتم. مخصوم گپ نزد. مردی سال خورده آوازش را بلندتر کرده به سخنش دوام داد. عسکری سرخ گرداگیرد ما را پیچانیده گرفته است. امکان نمی دهد که سرمان را از این جهنم بیرون کنیم. بچه ها روز تا روز لاغر شده، کسل شده، مرده ایستادند. تیر و دارو تمام شده ایستاده است. پس چرا صلح نمی کنیم؟ چرا؟ کسی به وی جواب نداد و ناگاه صدای تیری تپانچه بلند شد و آن مرد چپه شده افتاد
و بی‌واسطه صدای نعره دیوانوارانه مخصوم بلند شد: کسی که خیانت می کند جزایش همین. در قشلاق پایان، در خانه نچندان کلانی، کریم کمندیر خردی را که سرداری دسته پیشگرد قشون بود به اتاب می گرفت. چرا پیش از وقت و بی اجازت من تیرپرانی کردید؟ طاقت کرده نتوانستم. برای آنکه شما طاقت کرده نتوانستید، ما نقشه چندین ماه را برباد دادیم. شما می فهمید. اکنون من چیکار کنم با شما؟ اگر نگاه کرده می ایستادیم، 500 دهقانهای بیگناه را تیرباران می کرد. نمی کرد، تیر خالی نمی کرد، گفت تأکید کرده کریم. همه گپ در آن بود که آنها ما را در غفلت مانده زیر کرده گرفتنی بودند. تو باشی با ابلهی خود همه نقشه های ما را ویران کردی. بیدرک و بیگناه نابود شدن دهقانها را نخواستم. در این وقت در کشاده شد و به خانه یک سلدت روس در آمد و با کریم سلامی نظامی داده از بغلش پاکت تعجیلی را برآورده سپارید. کریم پاکت را کشاده دید که از بخارا از نظارت حربی نوشته شده است. در آن مکتوب خبر داده می شد که انور در اطراف دوشنبه چندین قرباشه ها را به زیر دستش در آورده به سوی بایسون حرکت کردن می خواهد. بنابراین کریم باید به حد امکان کاری اسد مخصوم را زودتر به آخر رساند و این چنین هوشیار باشد که اسد مخصوم به انور همراه شدن نتواند. کریم قاصد را رخصت داد که رود و خودش باز رو به کمندیر خرد آورد. مرکز ما را سرزنش می کند که هنوز با اسد کارمان را تمام نکردی. من با آنها چطور گویم که همین روز کاری می شدگی را یک نادانی رحمدل رسوا کرد و نشده ماند. خیر، گپ فایده ندارد. به بخارا روم، چاره کاری تو را خودم می بینم. حاضر به امان کمندیر ترکمن رفته گوی که من تو را 3 روزه حبس کردم. کمندیری خرد خوش گفته از خانه برآمد. کریم به نزدش معاون و یاری دهندگانش را جیغ زد. آنها 4 نفر بودند، 2 نفر روس، 2 نفر محلی. دوستان، از مرکز خبرهای ناخوش رسید، گفت کریم و مکتوب را خوانده داد و پرسید: چیکار کنیم؟ من آدمانی اسیر افتاده اسد مخصوم را پرسپاس کردم، گفت ولادیمیرف. احوال در بالا خیلی سخت. گشنگی، کسلی، مراموری میگویند. تیر و داروهایشان هم تمام شده ایستاده است. یعنی که همین طور سخت محاصره کنیم، 1 روز نه 1 روز خودشان تسلیم می شوند؟ پرسید باز کریم. خواه ناخواه باید همین طور شود. اگر به این ما فرصت می داشتیم میلش بود، گفت سیدرف. لیکن از دوشنبه انور آمده ایستاده است. و غیر از این خودی مخصوم سخت تنگی کشیده، می ترسم که یگان راهی خلاصیش را می یابد. چطور؟ پرسید ولادیمیرف. چطوری که تا حالا خوراک و یراق و اسلحه به دست می درآورد؟ گفت سیدرف. معلوم که راه دارد. این گپتان درست، گفت کریم. بنابراین در این دم تأخیر کردن جایز نیست. من فکر کردم که خود حاضر به پیش امام قشلاق می رویم. می گویند که وی آدمی خوب و خیرخواه ماست. با مشورت وی باز یگان کسی دیگر را گرفته پگاه بالا می برایم. به مخصوم صلح تکلیف می کنم. مخصوم به صلح راضی می شده باشد؟ پرسید یار کمندیر. احوالش تنگ،
آدمانش باید او را مجبور کنند. گفت کریم. نباشد به این کار، گفت باز یار کمندیر. شما نروید و من روم چی؟ شما خصلت‌های مخصوم را درست نمی‌دانید، گفت کریم. می ترسم که مرد مکار یا شما را فریب می دهد یا ضرری می رساند. بعد رفتن خودی من به آدم‌های وی نیز تأثیری کلان می بخشد. شما همه‌تان از روی مشورت آن روزه به نزد پیش قرابل‌ها می رویتان که آنها را ما با امام قشلاق خیلی رام کرده می گذاریم. میلش اختیارتان، گفت یار کمندیر. نباشد دوستانم شما پلان و نقشه ها را باز یک بار دیگر دیده برایید، وظیفه ها را نیز تقسیم کنید. من به پیش امام قشلاق رفتم. رفیق کمندیر، گفت بیردی کمندیر که خودش اصلا از همین طرف ها بود. امام قشلاق هم نقص کو، لیکن اول به پیش علی آهنگر می رفتید بهتر بود. و کدام روز حتی خودش همین خیلی یک فکر را تکلیف کرده ایستاده بود. بسیار نقص، گفت کریم. نباشد بیایید همراه به نزد علی آهنگر می رویم. خانه اش را می دانید؟ می دانم، گفت بیردی و از جا برخاست. دکان آهنگری و حولی علی آهنگر در یک جا بود. امروز از بس که از کوه فرامدن آدمان اسد مخصوم را منتظر بودند، علی مجبور شد که پیش از نماز عصر از هر روزه چند ساعت پیشتر دکانش را بندد. لیکن پس از گریخته رفتن عسکران اسد مخصوم و پس از جابجا شدن عسکران سرخ، باز رخصت گرفته دکانش را گشاد و در شعله لمپه آویزه و کوره آهنگری به کار سر کرد. وی می بایست تا روزی دیگر با شاگردش 100 جفت نعل اسب می ساخت که سپارش فرمانده کریم بود. کوره آهنگری به اطراف آتشک ها پرانده گراس زنان می سوخت. لمپه آویزه که آن را خود علی ساز کرده، شیشه اش را هر شب 2 بار از چنگ و دود تازه کرده می ماند، درون دکان و یک دکان جای کوچه را روشن کرده بود. علی با انبوری دراز آهن پاره‌ای در آتش سرخ گشته را بروی سندان مانده با بالغم می کفت و از آن هم آتشک ها پریده به هر سو پاش می خوردند. هوا خنک باشد هم روی کلانی گرده علی از حرارت آتش و مهنت سرخ گشته، در پیشانه پرچینش حتی دانه های میده عرق پیدا شده بودند. بریش کلانی او که قسم اساسی رویش را پوشیده بود، تارهای سفید بسیار پیدا شده، موی سرش تماما سفید گشته بود. لیکن دست و بازویش جوانانه حرکت می کردند و ضربه هایش از تجربه، از مهنت بسیار، از قوه و توانایی او خبر می دادند. هر روز و هر بیگاه در صوفچه پیش دکان او 3-4 نفر پیر و جوان نشسته کار و هنری او را تماشا می کردند و چق کرده می نشستند. اما امروز کسی نبود، زیرا که جنگ اندکی دمگه قشلاق مردم را خانه به خانه کرده بود. بعد اگر آدم ها بیایند هم امشب وی فرصتی با آنها صحبت کردن نداشت. هرچی زودتر نعل ها را ساخته پای اسکران را نعل بند کردن لازم بود. علی به کارش سخت بند بود که ناگاه به درون دکان، نه به نزد پیش تخته طرفی کوچه، کریم و بیردی کمندیر در آمدند. آنها را دیده علی از کار دست کشید. سلام سلام، گفت وی به جوابی سلامی آمدگان. بیایتان، مرحمت.
لیکن درون دکان ما کمتر، افلاس‌تر، یک جای درستی نشست ندارد. هیچ باکی نی، گفت کریم. مانده نشوید. نعلها قریب تیار شدند؟ ها قریب، گفت استا. نصیب باشد از پگاه سر کرده به اسب‌ها کفش نو می پوشانیم. ها بچه، یک چای. حاجت نی امک، گفت بیردی. ما برای یک مصلحت آمدیم. اگر ممکن باشد بچه تخته دکان را از بیرون بسته به خانه رود. لازم باشد من خودم کاری او را به جا می آرم. سلامت باشید، سلامت باشید، گفت استا حیران شده. این چی تکلیف باشد؟ دکان را بند می گویند؟ نباشد کار را بس کنیم. ها امک، گفت کریم. امروز مانده شدید. با فرمان استا شاگردش دری برداشته می شدگی طرف کوچه دکان را فراورده از بیرون قلف کرد و کلید را به استا آورده داده خودش به خانه‌اش رفت. بعد کریم که به بالای کدام یک قطی مکان گرفته بود به گپ سر کرد و استا را از حیرت بیرون کرد. جنگ را تمام کردن، مردم را آسوده ماندن لازم امک، گفت وی. برای همین ما به پیش شما آمدیم که مشورت کنیم. من به شما چی مشورت می دادم سردار؟ گفت استا. همه علم جنگ به خود شما عیان. ما بی جنگ را تمام کردنی هستیم، گفت به گپ همراه شده بیردی. هو یک بار خودتان درباره صلح و صلاح گپ زده بودید کو؟ ها، گفت سخنش را به یاد آورده استا. آخر بالا بودگی ها هم آدمی خودمان بودند. آنها هم حکومت شورایی گفته به دست ملتق برداشتگی. پس چی در کار برادر کشی؟ چی شود که آنها بیایند تسلیم شوند؟ من فکر می کنم حکومت از گناهشان می گذرد. بله از گناهشان می گذرد، گفت کریم. لیکن همین را فهمیدنشان و به صلح و صلاح آمدنشان لازم. برای این ما قرار دادیم که به نزد اسد مخصوم از 3 کس عبارت یک وکالت فرستیم و به وی فهمانیده دهیم که خونریزی بیفایده بس است تسلیم شود، حکومت از گناهش می گذرد. بسیار نغز گفتماند استا. وی هنوز نمی دانست که به این مشورت وی چی دخل دارد. اگر نغز باشد، گفت کریم، با ما وکیل شده می روید. من؟ ها، شما؟ آدمی مهنتکش، آدمی صلحجو، نماینده حقیقی خلق. шунавандагони азиз, шумо гуфтори 38-ро аз рӯи рамани тахти вожгуни нависандаи халқи тоҷикистон Ҷалол Икромӣ дар қироати Ализода Абдурашид Хуҷамкул шунидед. коргардон Шералии Нағзалӣ, садобардор Карим Толибов. поёни гуфтор аз силсилаи хониши бадеӣ. шод бошед.